من قبلا هم عرض کردم یه درخت بلوط ارزش زیستیش 200,000 دلاره، یعنی با دلاری که امروز بخوایم حساب کنیم بودن 12 میلیارد تومان. اما یه درخت بلوط رو قطع میکنن شب تا صبح تنشو میسوزونن، یا مثلا زغال ازش درست میکنن میشه 400,000 تومان. یه درختی که 12 میلیارد ارزش داره، چون یه درخت بلوط یه درخت نیست، مثل درخت لیمو و زردالو نیست. کنار بلوط یه خانواده زندگی میکنن، دارکوب، سنجاب، گرازها، همه اینا کنار بلوط زندگی میکنن. یعنی در واقع خونه شونه. آره این مادرشونه. و وقتی شما یه بلوط قانونیه این کار درخت رو قطع میکنه؟ نه غیر قانونیه. فقط بعضی بلوط‌های زاگرس 800,000 میلیارد تومان ارزش تجاریشه. 800,000 میلیارد تومان. ما اگه فقط بعضی بلوط‌های زاگرس رو میومدیم میگفتیم که یعنی مردم رو مشارکت بپذیریم که آقا بعضی بلوط‌های زاگرس برای تو، منم کمکت میکنم بفروشیش، چون خیلی فراورده ها میشه ازش استحصال کرد. من این کارو میکنم، فقط تو بیا در هر هکتار 400 تا درخت بکار نگهداری کن. باید این کارو بکنی. این دیگه سیاست گذاریه. خب ولی بعضی جاهاش پول میخواد، بعضی جاها